شرحی از هنر، بنده نقطه نظر خودم رو اینجا عرض کردم. این به معنای درست بودن نیست یا اینکه نقدی وارد نیست یا اینکه جای پرسش و سوال نداره. انشالله زمان هم قرار دادیم تعریف کردیم برای پرسش و پاسخ در خدمتتون خواهم. من از فارابی شروع کردم، یعنی اون چیزی که الان به عنوان یک مقدمه، یک مأخذ رسمی برای نگاه و نگرش من در هنر تعریف شده، از آرای ابونصر محمد فارابی هستش، اولین و بزرگترین فیلسوف اسلامی که البته سال 2020 رو هم با نام فارابی نامگذاری کردن. فلسفه فارابی تحصیل جمیل هستش، یعنی به دست آوردن امری زیبا. ما میدونیم که نظریه پردازان فلسفه هنر هنوز نتونستن تعریفی برای زیبایی ارائه بدن. یعنی زیبایی میتونه یک جمع‌بندی، یک نگرش، یک جهانبینی باشه در شخص، در فرد متبلور بشه و به اون میزان که معرفت و عرض کنم که نگاه ژرف نسبت به خودش و پیرامون و محیطش به دست میاره، این نگاه عوض میشه، این تعریف عوض میشه و این برداشت نسبت به زیبایی جابجا میشه. امکان داره در دوره‌های سنی مختلف برای اشخاص تعاریف متفاوتی داشته باشه. به دست آوردن امری زیبا مطلوبی است که فارابی دنبال می‌کرد. فارابی در مدینه فاضله‌ای که تقسیم بندی کرده طبقات اجتماعی رو، کاستای اجتماعی رو، برای طبقه اول اومده از انبیا و جانشینان با نام ریاست اولا اسم برده و به این شکل تقسیم کرده. در تقسیم بندی دوم طبقاتی که فارابی انجام داده میرسیم به هنرمندان و خطیبان که از اون با نام حاملان دین یا حاملان پیام الهی نام برده. یعنی اگر بشود بنده رقصنده رو به عنوان هنرمند تعریف کرد، من میشم حامل پیام الهی. حامل پیام الهی. ببینید فاصله هست بین این دوتا. من میخوام این شکلی پلی بزنم امروز، ببینم موفق میشم صحبت بکنیم در این خصوص. این امر یعنی اینکه هنرمندان و خطیبان رو ما حامل پیام الهی بدونیم، متوقف بر مقدماتی است تا حرکتی استکمالی داشته باشد و در نتیجه، یعنی اینکه ما بر حسب یه سری داده، یه سری مقدمات، همین که من پا شدم و گفتم رقصنده هستم و اینم لباس کردیم تنم و دهلم بلدم بزنم و بعد دیگه میرسیم به این نتیجه که بنده حامل پیام الهی هستم. خیر، مقدماتی اینجا لازم هست تا ما بتونیم برسیم به این دوتا مفهوم. فارابی میاد میگه که این هنر محمود تحت تأثیر اون مقدماتیه که عرض شد و البته هنر پلید، نه اینکه پلید رو به عنوان هنر نمیبینه، نمیشناسه، نه اینکه هنرها همه باید محمود باشن و هر آنچه که محمود نیست پلید است و از جمله هنر نیست. پلید است اما هنر است. در تعریف پلید سبب اختلال تشخیص ذهن میشه، یعنی ذهن ما وقتی مختل میشه، بیمار میشه، نمیتونیم تشخیص بدیم که چه چیزی برای فرد، خودم، منم، و چه چیزی برای جامعه میتونه مفید یا مضر باشه. این اون نگاهی است که فارابی به هنر داره. یعنی هنرمند نباید از محیط، به طور مطلق دارم عرض میکنم، میگم نباید، مطلق نیست، ببخشید منظورم نسبی، نباید از محیط تأثیر بگیره، باید روی محیط تأثیر بذاره. اون وقت میشه حامل پیام الهی. پیش قراول سبقت گرفته، یعنی اطلاعات به آگاهی هایی، به دانشی رسیده که پیش از مردمش به اون مفاهیم باید برسه. اگر رسید میشه حاملان پیام الهی. و هنر محمود و هنر پلید. خب انسان تک بعدیست، بدین معنا از چندین بعد تفکیک ناپذیر تشکیل شده. ما مفهومی داریم به نام دایورسیتی، یعنی گوناگونی، کلنگر، بینا رشته‌ای. اجازه بدید من اینا رو با چند تا مثالی مثلا براتون بزنم و صحبت بکنم. دایورسیتی، گوناگونی، کلنگر. شما رفتین دکتر میگی من معده‌ام درد میکنه، دیگه فاموتیدین بهتون نمیده، فقط دیگه یه اندوسکوپی هم بگیر، بعد با یه مشاور روانشناس هم صحبت کن. یعنی جبهه‌ای که قراره به این معده ما حمله بشه رو از چند منظر و زاویه ورود میده برای درمان این اختلال. دیگه نه بعد معده رو درست بکنه. یا یه مثال دیگه ای بزنم به عنوان یه کوچولو مربی ورزش هم که هستم، ما داریم مراجعینی داریم، کسانی به ما رجوع میکنن میگه من فقط اینجام لاغر بشه بعد اینجام چاق بشه. ما اینجام لاغر بشه اونجام چاق بشه رو نداریم. ما لاغر شدن
عرض کنم که یه عضو خاص و منطقه‌ای در بدن نداری به لحاظ علمی. خب چیکار میکنیم؟ میگیم آقا یا خانم میخوای تناسب اندام داشته باشی، تو محصول کلی عوامل و بسیاری از تصمیمات و عادتها هستی. مثلا خوابتو منظم کن، دخانیات یا مشروب احیانا اگه هست ترک کن و تغذیت رو درست کن. عرض کنم که ورزش منظم داشته باش، عرض کنم که دفع مدفوع منظم داشته باش و خیلی موارد دیگه ای که برای مقدمه‌ای که شما بخواید به یک اندام ایدئال برسید لازمه. بازم مثال از این میزنم که در ادبیات من الان یک بیت شعر براتون میخونم، این وزن عروضی داره. قوری ز قلم، قلم ز قوری، تو عشق منی گوری مگوری. وزن عروضی داره، بهش میگن بیت شعره. حالا یه بیت دیگه میخونم. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. اینم بیته، اونم بیته، دوتاش بیته. هیلزم رقصه، چه دنس چی میگن اگه درست گفت، سالسا هم رقصه، نه اینکه بد باشن، اینام رقصن دیگه. حالا ما در مورد رقص خوب و بد میخوایم امروز خط کشی بکنیم. ما یه رقصی داریم مبتذله، من به رقص مبتذل که نمیگم بد، پوچتر از اونه که بد خطابش بکنم. ما مثلا میگیم فلان سایت مثلا میخوام فیلم های پورن تبلیغ میکنه، این میشه سایت بد. این شبکه من و تو که بد نیست، پوچه. من از پوچی دارم حرف میزنم، نه از بدی. یه جایی هست یه خدماتی میگیریم خوبه، یه جایی هستم معکوسش بده، یه جایی از پوچیه، وقت طلب کردنه. اصلا تلویزیونتون رو که خاموش میکنید شما از پوچ بودن فاصله میگیرید، ما از پوچ بودن فاصله میگیریم. خب این گوناگونی و بینارشته‌ای منظورم اینه که وصلش بکنم به رقص. شما با آموزش رقص رقصنده نمیشید. شما با دانشی که از رامشگری و رقص میخواهید دریافت کنید رامشگر نخواهید شد، دنسر نخواهید شد. باید از جاهای دیگه، از زوایای دیگه هم به این موضوع ورود بکنید. برش یک تعریف هنر در کتاب هنر چیست اثر تولستوی، میخوام اونو براتون بخونم. 100,000 انسان همه به خود را از نخستین روزهای جوانی برای آنکه بیاموزند چگونه پاهای خیش را به سرعت بچرخانند، یعنی رقاصان، یاران یعنی موسیقی دانند، برای آنکه بدانند چطور انگشتان خود را با شتاب بر شستی‌ها با تارها بلغزانند. دسته ای دیگر یعنی نقاشان برای آنکه بیاموزند به چه طریق با رنگ‌ها هر رفت را که می‌بینند رقم زنند. و دیگران یعنی شاعران بدانند چگونه هر عبارت را به هر طریق و تصوری بپیچانند و برای هر کلمه قافیه‌ای بیابند وقف می‌کنند. و اینان که غالباً افرادی بسیار خوب و باهوش و لایق هر کار سودمندند، در این رابطه ساری و گیج کننده وحشی به بار می آیند و نسبت به همه پدیده‌های جدی حیات سردرگم می شوند و به خبرگانی متعصب و سخت از خود راضی که فقط به چرخاندن پاها و زبانها و انگشتان خیش واقفند بدل می گردند. یه سوال، چه پدیده‌هایی رو در حیات جدی می دونه؟ هنر یه وسیله است، یاری رسانه، هدف نیست. این پاسخش، این پاسخ این همه آشفتگی و پریشان احوالی که بشریت دنبال میکنه. علم یه وسیله است، هنر یه وسیله است، این وسیله است. تمام آنچه که در این دایره می گنجد که اسمش زمینه وسیله است، یاری رسانه، نمیتونه هدف تعریف بشه. به محض اینکه شما به هنر یا به هر آن چیزی که به هر آن چیزی که مشغله خودمونه خارج از یک معنای واقعی تر، یک معنای درست‌تر، اگه چه با من همراه بشید، چون مخاطب حواسش سمت اون نره. وقتی شما از این زمین، از این دنیای مادی فراتر نمیرید و هر آنچه را که تعریف میکنید به عنوان هدف در همین گنجانده میشه، عواقب و تبعاتش میشه همینی که داریم میبینیم. حالا چه به نام رقص، چه به نام موسیقی، چه به نام میشه همین ابتذال، همین پوچی، همین بی هدف بودن. بریم بعدی. و اون وقت نتیجه میخواهیم فقط در رقص رشد کنیم و با یک خود متلاشی تک‌بعدی که خداشناسی و مردم شناسی و جامعه شناسی و هنرشناسی و رقص شناسی و بپردازیم. تو شما فکر کن این خود متلاشی لال بشه، فلج بشه، کر بشه، ارتباطاتش قطع بشه، این خودش بزرگترین نعمته. همین که به تمرگی گوشه تا آرام بمیره.